حالتون چطوره؟ این اولین ویدیوی کانال ماه، کانال ساخت و ساز به همراه علی. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم یه دونه اسپیکر بابان درست کنیم. بریم بهتون بگم که چه وسایلی لازم داریم. خب اولین چیزی که نیاز داریم یه دونه باند اسپیکر اینجوری ساده، یه دونه ماژول بلوتوسی که هم میتونید باهاش شارژش کنید، هم رم میخوره هم فلش. اینو باید حتما داشته باشید. بعد 2 تا باند جدا دیگه ما اینجا داریم، دل بخواید دیگه میتونید هر چی بخواید بذارید. یه دونه باتری 6800. بعد به 3 تا تخته چوب نیاز دارید، این اندازه باشه. 3 تا تخته. به رنگ نیاز داریم یا هر چیزی که خودتون میخواید. بعد میتونید شما ببرید برشکاری یا با اره ببرید. بعد یه دونه چسب میکنید، چسب. بعد چند تا پیچ هم که میخواید دیگه، همینا لازم داره. بریم ببینیم چی میشه. خب آقا ما یه تخته چی آوردیم، من و علی تصمیم گرفتیم اینجوری باندار بذاریم، یعنی اینجوری ازش بیاد بیرون. الان باید اینو از وسط نصف کنیم، اینو کلا ببریم، بعد جاشم ببریم، یا اینو خودمون دایرهشو میبریم یا میبریم برش برام بدم. خب آقا من الان اینجا رو خط کشی میکنم، فقط باید صاف باشه. صاف الان؟ آره مطمئنی؟ خب همینو خط کشی میکنم دیگه. در حال بریدنیم. بچه ها کلا نمید تونستم بریدم. بچه ها دیگه ما اینو میبریم، بعدیش میبریم چوب بازی برام برش بزنم. اینا رو ما بردیم برش شدیم. یه دونه از اینا کم بود بردیم دیگه، این برش شدیم که اینا مفروض. اینا مال سقف و زیرشه، اینا مال بغلاشه، اینا مال جلو و عقبشه. حالا نوبت رنگه، بریم رنگ بزنیم. اومدیم رنگ بزنیم. من نباید روشون چیزی باشه، یه دارو بایسی. خب بریم رنگشون. نمیشه ولشون. خوبه این یکی بخشید یکم تمیزش کنم. خب آقا بریم برای این یکی. اوکیه؟ که خب یکم بیشتر بدیم. نمیخوام شغل بکنه. عالی. آخه عالی. خب آقا نها کنید،
مشکی خوشیه. بریم تا خوش بشه بچه‌ها. دیگه الان هوا تاریک شده، ما هم دیگه ادامه‌شو میذاریم برای فردا. امروز میتونستیم درست کنیم، ما امروز جمعه است، اصلا هیچ کدوم از کابینتی‌ها باز نیستن، باز بودن آوردیم برش شدیم بعد دیگه بستن، ما یادمون رفت که بگیم جا باندو در بیارن. برای همین فردا بقیه‌شو فردا براتون میگیریم. بریم تا فردا. بعد الان ما اینو بهتون نشون میدیم که چیکارش کردیم. بچه‌ها نگاه کنید، اینو ما کلا رنگ زدیم، بازم باید رنگ بزنیم. بعد اینو برشکاری بردیم و غروب بیاد، یه نیم ساعت دیگه میریم اینم برش میزنیم، اینم رنگ میکنیم و چیز میکنیم میچسبونیم، کلا اگه خدا بخواد دیگه تمام میشه. ما اینو بردیم برشکاری، اینو در آوردن، الان باید بریم اینو رنگ کنیم. اینم ببینید، بریم رنگ کنیم. بگید بزن. خب بریم برای رنگ کردنش. با چه دستم دقیقا این بده من خوش. آها من اینو گرفتم دستم رنگ نشو. معلوم میشه. کاملا رنگ شد، جای بلنگوها بریم سراغ وصل کردنشون. خب آقا بریم برای وصل این با این دکتر. اینا جاهاشون مشخصه دیگه. اینو الان ما میذاریم اینجا تنظیم بزنم. ولی من هر کی نگم یکم برو من. به آره خوب، الان یکم دیگه. الان خوب. نه خوبه. آره. الان اینا رو باید ما پیچ کنیم. فرقی نمیکنه چی باشه باید پیچش کنیم دیگه. قشنگ اندازه کنم اینا رو. خب یکم بیاریم اون. آقا همینجور که میبینید ما اینا رو بستیم. بعد اینجا این گوشش راه نمیداد، این بر اون بر نمیشد. یکم اینا رو من با فندک گرفتم این برتر بیاد که راحت وصل بشه. الان بریم برای وصلش. ببینید اینجوری ما میتونیم در بیاریم، برعکس چسب این بری اینجوری میشه. بریم بچسبونیمش بعد بیایم دستگاه چسبونیم، باندا چسبونیم و بریم توضیح سیماش. سیم چراغه، سیم خود باندا. اینا رو هم کلشو بچه‌ها چسبونیم، چسب زدیم دورشو. باتری. اینم باتریش، اینم باتریش. بریم نیم ساعت این خوش بشه. اینم داخلش که معلوم نیست ولی چیز خوبی در میاد. واقعا الان باورتون میشه میگم 3 روز همین طول کشید. از سرما 3 روز طول کشید تو سرما، دهنمون آسفالت شد. یعنی بخوام خیلی خوب بگم آسفالت شد. الان هوا خیلی سرده. بشین اینو بالا سر من تکون نده، الان فکر کنم وصل کنم. باتریش هم اینجا نصب کردیم. بعد اینجا هم یه سوراخ زدیم، حالا سیما توش رد بشه بیاد بالا. حالا رد نشد. الان بریم این طرفشو بچسبونم. خب بریم اینجا رو چسب بزنیم، کم زیاد بزنیم به خاطر اینکه چون که رو سیما میخواد بیاد یکم سطحش میاد بالا.
هرچی صفر کاری بیشتر اطمینان بیشتر. ببخشید اینجا یه چند تا گاو هستن یکم سر صدا میکنن، صدا هم به شما نمیرسه. بزرگی خودتون دیگه ببخشید. خواهیم رو سیما رد کنیم دیگه، اشکال نداره، چاره ای نداره. خب وایسا سیما، وایسا. این سیما اینجا بیاد. بچه ها اینجا یکم خالی میمونه، اینجا ما اینو اشتباه کردیم، ما بزرگتر میگه اینجا یکم خالی میمونه. بعدش من از این میام یکم میکنم میزنم اینجا. اندازه هم هست، اندازه هست. این بچسبه. ما همه رو چسبوندیم، قشنگ کامل شد. اینم ما آوردیم اینجا چسبوندیم، همشو کامل کردیم. من بریم برای تست صدا. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودی. لایک یادتون نره، کامنت بذارید، کانال ما هم دنبال کنید. بریم برای تست صداش. اینم صداش چجوریه. حالا من همینجوری یه دونه هنگ بیارم، صداشو کم کنیم. اینم صداش. خیلی ممنون تا اینجا ویدیو هم بمون بودید. لایک و کامنت هم فراموش نشه، حتما هم درستش کنید، خیلی چیز خوبیه. خداحافظ.